روز دانشجو از استاد عاقلش میپرسه که استاد واقعا خودتون درس منطق رو بلدید؟ استاد میگه معلومه که بلدم. دانشجو میگه باشه یه سوال ازت میپرسم، اگه نتونستی جواب بدی بعد منو قبول کن. دانشجو به استادش میگه اون چیه که منطقی هست ولی قانونی نیست؟ قانونی هست ولی منطقی نیست، نه قانونیه نه منطقی. استاد میره فکر میکنه، از پروفسور، از دکتر، از همه میپرسه، نمیتونه جواب بده. خلاصه به زنگ میزنه میگه که من نمیتونم جواب بدم ولی خیلی آدم بدی هستی. بعد میگه خب استاد شما همه رو انداختید بدبخت. استاد میگه خب حالا جوابشو بگو. دانشجو میگه که استاد شما 57 سالتونه با زن 34 ساله به اسم لاریسا ازدواج کردید. قانونیه ولی منطقی نیست. زن شما 4 ماه پیش با یه پسر 25 ساله رابطه داشت. قانونی نیست ولی منطقیه. و اینکه شما به کسی که زنتون هفته 2 شب پیشش بود نمره قبولی دارید. نه منطقیه نه قانونی.